منظره اینجا همیشه در حال تغییر است. منظره در کوهستان‌های ولایت کشمیری تحت نظارت پاکستان که بیشتر از 224 پیریخ دارد و آنها با سرعت آب و بخار و ناپدید می‌شوند. مشاهده و تحقیقات نشان دادند که منبع‌های آب مردم در اینجا به تدریج کم و کمتر می‌شود. پریخ‌ها 0.8% قلمروی کشمیر را تشکیل می‌دهند. پریخ‌های کشمیر بسیار زود آب می‌شوند. بر طبق یک ارزیابی در مدت 17 سال تقریباً 4000 گکتار پریخ از بین رفته است. 4000 هکتار के करीब जो है वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके हैं. مردمی که در این کوهستان بلند زندگی می‌کنند خودشان شاهد گرمایش کره زمین هستند و عاقبت‌های تغییر اقلیم را می‌بینند. محمد جلام در عمر دراز خود بسیار تغییرات را در اینجا دیده است. حالا در ایام پیرانسالی تغییر اقلیم را احساس می‌کند. می‌گوید نابودی پیرخ‌ها به معنی نارسایی درازمدتی آب است. با سبب بالا رفتن حرارت پیریخ‌ها قریب که تمام شدند و سبب کمبود آب می‌شوند. زمستان‌ها بسیار کوتاه و هوا گرمتر شده است. برای همین پیریخ‌ها زود آب می‌شوند. محمد اشفق صاحب دکان در دهه لاوتی بالا است که تقریباً 3000 نفر اهالی دارد. می‌گوید دیگر در اینجا برف مثل سال‌های پیش نیست. قبلا اینجا کمش از 40 تا 50 سانتی متر برف بود. حالا تا 12 و یا 20 سانتی متر کاهش یافته است. بارش برف نیز غیر قابل پیشگویی شده است. اینجا باغ‌های میوه بود. ما میوه می‌خوردیم، از حاصل فایده می‌گرفتیم. حالا کاملا نابود شدند. دیر باریدن برف هم یکی از سبب‌های دیگر نابودی پیریخ‌ها است، چون نه در ماه‌های اول زمستان بلکه دیرتر می‌بارد و تحت تاثیر حرارتی بالاتر یخ نمی‌بندد و زود آب می‌شود. برفی که میبایست در ماه ینور در کوه میبارید به نزدیکی بارید، بنابراین روی زمین نایستاد. دوم این برف نتوانست برف قبلی را پوشاند. برای همین پیریخ‌هایی که سالها اینجا بودند زود آب میشوند. به سبب آبشوی آنها زمین‌ها شسته و ذخیره‌های آب کم میشوند. خطر آبخیزی در رودخانه‌ها نیز وجود دارد. بنا به یک گزارش پیریخ‌های قطارکوه‌های هندوکش و همالای با سرعت بی سابقه آب می‌شوند و ممکن است تا آخر همین عصر تا 80% حجم خود را از دست بدهند. عاقبت آن هم سخت شدن دسترسی به آب نوشاکی برای تقریباً 2 میلیارد نفر است که در پایان آب 12 رودخانه زیر این قطارکوه‌ها زندگی می‌کنند. چند پیش وزیر امور خارجه تاجیکستان هم در سازمان ملل گفت گرمایش کره زمین تا کنون 1300 پیریخ را در کشور بخار و نابود کرده است که عاقبت آن بد شدن نیک و احوال مردم در آسیای مرکزی است.